بازی‌هایی که در گیم آوارد امسال معرفی شدند اما تاریخ دقیقی از اونها معلوم نیست. کیموری. بازی کیموری توسط آنسین اعلام شد. یک بازی اکشن ماجراجویی که بازیکنان را به قلمروهای غیر قابل پیش بینی میبره و با موارد خارق‌العاده روبرو میکنه. در یک شهر جنگلی که دنیای بازی توسط یوکای ها پر شده، بازیکنان با استفاده از پنجره فاکس خود به شکار دیگران میپردازند. طبق پیشنمایش اعلام شده این بازی، بازیکنان به شکار یوکای ها میپردازند، قدرت هاشون رو جمع میکنن و حتی با چالش های بزرگتری هم مواجه میشن. هنوز خبری مبنی بر این نیست که کیموری کی منتشر میشه و یا برای چه دستگاه‌هایی. اکزودوس. استودیوی آرکتایپ اینترتینمنت اولین عنوان خود را رونمایی کرد. این پیشنمایش داستان اصلی بازی و همچنین کمی از گیم پلی بازی را نشون داد. اکزودوس به نظر میرسه یک بازی اکشن سوم شخصه. این بازی به نظر میرسه ترکیبی از محیط باز و سبک اکشنه که شخصیت‌های بازی از سلاح‌های امروزی استفاده می‌کنن و به نظر میرسه قدرت‌های عجیبی هم دارن. اکزودوس از اون بازی‌هاییه که به احتمال با همکاری سی جی استودیو و بلور استودیو قرار ساخته بشه. اکزودوس برای کنسول‌های سری ایکس باکس، پلی استیشن 5 و رایانه‌های شخصی منتشر میشه، اما هنوز تاریخ انتشار این بازی معلوم نیست. The Casting of Frankenstein. این بازی بازیکنان رو به شهر سیدر هیلز میبره که گذشته خشنی داره که گروهی از دوستان جوانی درگیرش میشن. بازیکنان در مورد گذشته وحشتناک فرانکشتاین مطلع میشن که نسل‌ها در خانواده‌ها جای زخم به جا گذاشته. همونطور که از هر بازی بسیار بزرگی انتظار میره، بازی کست آف فرانکشتاین بیشترین تمرکز بازی روی داستانشه و همینطور انتخاب‌هایی که در بازی انجام میدین و عواقبشون محور اصلی این بازیه. اودی. کوجیما پروداکشن حسابی مشغول ساخت و توسعه دث استرندینگ 2 با همکاری شرکت سونیه، ولی فکرهای دیگه‌ای هم توی سر داره. در سال گذشته اعلام شد که این استودیو با همکاری با مایکروسافت در حال ساخت یک بازی انحصاری برای ایکس باکسه. این بازی به طور رسمی به عنوان یک بازی ترسناک رونمایی شد. بازی با عنوان اووردوز قبلا خبرش درز کرده بود، اما الان به عنوان بازی اودی به طور رسمی معرفی شد. این بازی در حال ساخت با موتور بازیسازی آنریل و استفاده از تکنولوژی متاهیومنه. بازی اودی یک بازی ترسناکه. کوجیما اون رو به عنوان یک بازی و همچنین یک فیلم توصیف کرده و همینطور که از کوجیما انتظار میره بازی میشه که هرگز مثلش رو ندیدیم. تو این بازی سوفیا لیلیس بازیگری کرده و معلوم شده کوجیما و تیمش در حال ساخت این بازی با همکاری بازیگرهای آمریکایی و جردن پیل بازیگر و فیلمساز آمریکایی هستند.